از دنیا گذشته می شود، بعد 1 سال پس مجنون کفته میگه. قصه دلوز است که فقط یک جا شما درک کنه. بعد میاد در همون قشلاقی میگن از مردن لیلی 1 سال گذشت. بعد میگه فلان قبرستونه، بعد میگه همون قبرستون باشه مایلش میگه نشونت میگه نه، اگر قبر او را من خودم نیابم اگر پس من عاشق نیستم. رفته از قبرستون کفته قبر لیلی را میابه، یگان کس خبرش نکرده. بعدا در نزد قبر میشینه، همه قدر گریه میکنه که علمو آبی چشم بریش زمین تر میشه. مردم ده در گریه او همه به گریه میان که قدر عاشق بود است. بعد حمد به حد آن خدای پاک را، آن که جان بخشیده مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، شخصایی که بسیار شیرشتر سراغ میکرده، شیرشتر قفشدگیش در کپسول آمدگی استحصال دبی یک میچره در کورسش بودیم که 3 ماه باید استفاده برای 120 کپسولا داره. فرانک برای وقتی هم خوب شدن درست کردن، یعنی که در وقتی هم خوب شدن تستیور نکردن، تا 45 دقیقه وقتی هم خوب شدن درست میکنه. استحصال هندوستان اورجینالش جواب میدیم صفاتش. شعرهای عارفانه خوندن. الحال یک حدیثی مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر من اومد که بیان می شود که پیامبر خدا میگه که آتان جبریل فقال یا محمد صلی الله علیه و سلم عیش ما شئت فإنك میت واحبب من شئت فإنك مفارقوه واعمل ما شئت فإنك مجزی به. و در اخیر باز گفت که واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل و عزه استغناءه عن الناس. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بیان کرد که به نزد من جبرائیل امین اومد که حضرت جبرائیل به همگون معلوم است که این شاه فرشته ها است. از همه در فضیلت بلندترین حضرت جبرائیل دارد که از نزد پروردگار و پیامبران وحی می آورد. پیک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میگن پیغمبر که جبرائیل آمد علیه السلام آتون جبرائیل فقال و بر محمد صلی الله علیه و سلم 3 نصیحتی کرد. یکم گفت که عیش ما شئت فإنک میت، زندگی کن هر طریقی که دلت میخواه زندگی کردن بگیر و اما به یقین بدون که تو مرنده هستی، از دنیا میگذری. هر طریقی که میخوای زندگی کن، لیکن اینو فراموش نکن که یک روز از دنیا گذشته میشه. مقصد از این سخن جبرائیل علیه السلام شارحا بیان میکنن که گفت آن چنان زندگی بکن که بعد از زندگی تمام شدن از زندگی کردگی پشیمان نباشی. زندگی با طاعت عبادت، عمل صالح، البته که با عشق محبت پروردگار، با عشق رسول الله و عمل صالح، همین خیل زندگی بکن که از زندگی کردگی پشیمان نباشی. و چی خاطر؟ به خاطر که زندگی هم از شخص موقت است. هیچ کدام از ما و شما بنده ها تا به قیامت یگان نفر یگان حجت نداریم که تا فردا زنده هستیم یا تا ساعت دیگر زنده هستیم. الموت یأتی بغتة و القبر صندوق العمل. مرگ ناگهان میآید، نمیپرسد که دیگه کی هستی، بیمار هستی، بیمار نیستی، کدام حالت هستی، یوش هستی، پیر هستی، فرقی نداره. یعنی آن طریق زندگی بکن که در اخیر پشیمان نشه. دیگه گفت وحبب من شئت فإنک مفارقوه، دوست دار هر کسی را یا هر چیزی را دوست می‌داری دوست بدار و به یقین بدار. هر کسی را یا هر چیزی را دوست می‌داری دوست بدار و به یقین بدان که تو از او دوست داشته جدا میشوی. در دنیا آدم چی را؟ آدمی از گاه خانه را دوست می‌دارد، قصر را دوست می‌دارد، خانه‌های زیبا را دوست می‌دارد. بسیار از نفرایی را در همین حیات کوتاه ما دیدیم که خانه چند میلیونه کرد، خانه تمام نشیده بود.
یک نفر چند قب پیش دیده بودیم حاجی حضرت چند میلیون در خونه کرده است، چند قبضش کرده است که میدروی حیران میشه در تماشاش. همین خونه تمام نوشیده، کرونا اومد با هم تمام ماند. این چند میلیون مبلغ صرف کرده گیره که جواب چه بود در نزد خدا؟ چی جواب میده؟ هر یک تنگه راست که جا حاصلش. پس چی هسته که همون خیلی زندگی بکن که انا دوست بدار چیزی را دوست میداری و با یقین بدار که از او جدا میشه. خونه را دوست داری از او جدا میشه، پول را دوست بداری جمعش میکنی از او جدا میشه، زن فرزند را دوست بداری یقین که از او جدا میشه. ببین هر چیزی را و هر کسی را که دوست میداری و یقین بدون که از او جدا میشه. مقصد از سخن جبرائیل علیه السلام چیست که کسی را دوست دار که هرگز از او جدا نشوی، نه در دنیا نه در قبر نه در روز قیامت. و او کی هست؟ ذاتی و برکات الله هست. از الله هیچ وقت جدا نمیشه. الله چی از دائمی هست، همه وقت و همه وقت الله همراه ما است که خداوند خودش بیان میکنه و نحن اقرب الیک من حبل الورید. از همین شاهرگ گردن شما ده و شما من نزدیکتر هستم. خداوند میگه. صاحب روح البیان در ضمن همین آیات بعد میگفت که یار نزدیکتر از من به من است، وین عجب هست که من از او دورم. چی کنم با که توان گفت که او چی کنم با که توان گفت که او در حضور من و من محجورم. انا چی از خداوند از شاهرگ گردن در ما و شما نزدیک تره. خب دوست دار هر چیزی را که میخوایی و با یقین بدون که جدا میشه. در قصه ها همین قصه های لیلی و مجنون ده ها تا نوشتگی هست. نظام گنجوی داره، عبدالرحمن جومی داره، دیگر یک تشت خونده که میگه وقتی که لیلی از دنیا گذشته میشه و بعد یک سال پس مجنون کفته میوید. قصه های درست است که فقط یک جا شما رو درک کنه. بعد میگه در همون قشلاق میگن از مردن لیلی یک سال گذشت. بعد میگه فلان قبرستونه. بعد میگه همون قبرستون باشه مایلش میگه نشونتون. میگه نه، اگر قبری او را من خودم نیابم مگر پس من عاشق نیستم. رفته از قبرستون کفته قبر لیلی را میابه. اگر کس خبرش نکرده بعدن در نزد قبر میشینه، همه قدر گریه میکنه که از مو آبی چشم داریش زمین تر میشه. مردم ده در گریه او همه با گریه میگن که قدر عاشق بود. از بعد میگن که از کجا شناختی قبر لیلی؟ میگه عاشق صادق بود. از همون شناختم که در قبرش علف نسبزیده بود. سوز عشقی و خاک سوزندگی بود که علف نسبزیده بود. وقتی گریه‌تی خبرش نگو، گریه ما برای لیلی نیست. الحال اگر کفته ببینیم کرما خوردنش بود، تف مثلا غیر اسکلت استخوان چیزی نمونده. گریه من بر ابلهی و احمقی خودم هست که برای چی کسی را دوست نداشتم که هرگز از او جدا نمیشه. برای چی خالق لیلی را دوست نداشتم. برای چی صورتکش لیلی را دوست نداشتم که از او هرگز جدا نمیشه. بر احمقی و ابلهی خودم گریه میکنم که کسی را دوست داشتم که الحال قبر که بکنن در درون چی از یک اسکلت است یا که همه چی است.